دوستان با سلام خدمت شما عرض شود که امروز میخوام در رابطه با یه موضوعی که متاسفانه میبینیم که مبتلا به شده در جامعه و افرادی که درخواست ویزای کانادا میخوان بدن به مراکزی که مجوزدار نیستن مراجعه میکنن و تصورشون بر این است که مثلا شاید یه مقدار کمتر به این مؤسسات بپردازن، کارشون با هزینه‌های کمتری انجام میشه. غافل از این که متاسفانه این مؤسسات غیر مجوزدار میان و یه سری کارا میکنن در حق اون مشتریانشون، موکلینشون، که مشکلاتی رو برای این افراد به وجود میارن که غیر قابل جبران هست. همین امروز خدمت شما عرض شود که یه فردی به من مراجعه کرده و متوجه شدیم که مدارکی که براشون بارگذاری شده در پروندهشون تماما جعلی هست و خدمت شما عرض شود که علیرغم این که ویزا هم شده بودن، در مرز افسر متوجه شده و خدمت شما عرض شود که بر اساس سوالاتی که از این فرد کرده متوجه شده که مغایرت وجود داره با جوابایی که میده و علیرغم اینکه ویزا داشته همونجا بازداشت کرده این فرد رو، دستبند بهش زده، در به یکی از اون مراکز نگهداری از اون افرادی که مشکل مهاجرتی داشتن منتقل کرده و اونجا 4-5 روز در بازداشت بوده و در نهایت شرایطی براش اونجا گذشته که مجبور شده که داوطلبانه درخواست کرده که خاک کانادا رو ترک بکنه و این نوت آفیسر رو که به من نشون میدادن که قبلا گرفته بودن، ما متوجه شدیم که ویزاشون هم کنسل شده بوده و دیگه به حال هم مدارک جعلی هم ویزای کنسلی، چیزی که دیگه غیر قابل جبران هست. این پرونده کیشون آورده الان به من داده و متاسفانه شرایطی براش به وجود آوردن که از اون شرایط خارج شدن کار بسیار سختی هست. مؤسسه ما یکی از زمینه‌هایی که درش فعالیت میکنه همین رسیدگی به ویزاهای ریجکت شده و تنظیم نامه‌ای هست و ارائه گزارشی هست به اداره مهاجرت که بتونه تا اونجایی که میتونه این مشکلات رو برای این افرادی که دچار این گونه خسران‌ها و ضررزیان‌ها شدن بتونه کمکشون بکنه. به حال یکی از اون دوره هایی که به عنوان وکیل مهاجرت ما دیدیم دوره‌ای هست که چگونه افسر رو وقتی از شما سوال میکنه در لب مرز بتونید قانع بکنید که بتونید وارد کانادا بشید. حقوقی که به شما تعلق میگیره در اون قسمت، در اون مرزی که شما وارد شدین و چه اتفاقاتی میتونه براتون بیفته، تمامی اینها دورهای تخصصی هست که ما دیدیم و میتونیم در این رابطه به شما کمک بکنیم. با مؤسسه مهاجرتی جمع سفر راحت و مطمئنی رو به کانادا داشته باشید. موفق باشید.